روغن نارگیلی که هم برای پوست خوبه، هم برای مو خوبه، هم برای دستگاه گوارش خوبه. میخوای لاغر بشی روغن نارگیل، میخوای چاق و توپل بشی از روغن نارگیل استفاده کن. کلسترول مثبت داره و باعث میشه که شما لاغرتر بشی و حس سیری بیشتری داشته باشی. میتونی توی غذات و سرخ کردنی ها استفاده کنی، هیچ مانعی نداره. تو دمای 15 درجه حالت تبلور و انجماد میگیره و سفت میشه. روغن نارگیل اینا هم که تفاله های نارگیله. تفاله های نارگیل رو میگیریم پودر میکنین و باش آرد درست میکنین. آرد نارگیل یک شیرینی رژیمی به شدت خوب برای لاغری که سریع هم شما رو سیر میکنه. کلی خواصه. لیتری 555,000 تومان. خدا بده برکت. میبینی اینجا